خب دوستان، همینطور که دارید میبینید گیمینگ مود این برنامه‌ایه که قرار بود بهتون معرفی کنم. فروشگاه پلی هم که هممون داریم داخل گوشیمون. خب حالا وارد اول که فروشگاه پلی میشید. خب دوستان ببینید الان وارد فروشگاه پلی که شما شدید، اینجا فقط کافیه سرچ کنید بوستر. همین که میاد بعد گراپیو یا بوستر بهترین واقعا رفع لگ ها گیمینگ مود خیلی عالی هست. آره دیگه. حالا که نصب شد شما باید چیکار کنید؟ خب تنظیماتشو به اول در آوردم، حالا وارد گیمینگ مود میشیم. اینجا فقط علامت ضرب رو که زدید اینجا اد گیم، یعنی یه گیم رو اضافه کن. اون بالا که بزنی همه برنامه خودشون لانچ میشن به طور خودکار. حالا اد گیم رو میزنی، پس سب میدی تا برنامه رو بخون. حالا که داشت کردی فیر یا فری فایر مکس، من خودم فری فایر رو انتخاب می‌کنم. لودینگ ستینگ میکنه، انجام میده کاراشو، وارد گیم میشید. همین اولین بارم که دارید وارد میشید همین تبلیغه رو میارن، همین. و یعنی ببینید شما که دیگه به طور خودکار لانچ